آقا این جاده رو نگاه کنید، وسط جنگل داریم میریم به سمت دریا. درخت‌ها رو ببینید، خیلی قشنگه، خدایش خیلی خوشگله، حال آدم خوب میشه. سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. مجدد رضا هستم و کانال رضا تایم. یکی از مشکلاتی که ما همیشه توی آلمان داریم اینه که آقا زیباییشو داریم ولی بلا استفاده است. یعنی شما نگاه کن، فضا هست، ساحل هست، دریا هست، اینجا دریای بالتیکه و از خونه ما تا اینجا پیاده 10 دقیقه است. ولی متاسفانه در گرمترین موقع سال میای اینجا، انقدر این آب سرده، انگار داری با یخچال سامسونگ میری شنا کنی. اصلا نمیشه پاتو بذاری توی آب، میای بیرون عرق میکنی ولی آب یخچال، یعنی انگار آب یخ واقعا واردش میشی، پامو میذاری توش ترک میخوری. ولی خب قشنگه، فقط قشنگه، یعنی فقط منظره داره. همین منظرهش هم دیگه سعی میکنیم باش کنار بیایم و حالمون خوب باشه. اینجا تابستونا خیلی شلوغه که میان قایقاشون و قایقای شخصیشون رو تو آب میذارن و میرن دور میزنن، میان کیف میکنن. ولی خود آلمانی‌ها شنا میکنن، ولی من به شخصه نمیتونم، خیلی سرده. ما حالا تو ایران، خب جنوب ایران میرفتیم آب گرم لذت میبردیم، ولی دقیقا اینجا نقطه مقابلشه. ولی خب خودشون کیف میکنن دیگه، ما فقط این قشنگیشو داریم. میبرمتون داخل لوکیشن بعدی که میرسیم لب دریا، اونو ببینید، اصلا یه چیزیه برای خودشا. امیدوارم شما هم لذتشو ببرید. آقا این جاده رو نگاه کنید، وسط جنگل داریم میریم به سمت دریا. و درخت‌ها رو ببینید، خیلی قشنگه، خدایش خیلی خوشگله، حال آدم خوب میشه. میگم یه چیزی مثل شمال خودمونه، ولی به شمال خودمون نمیرسه، ولی خب اینم خیلی قشنگی خودشه داره. اچه ببینید اونجا قشنگ دریاه، خب بعد این ساختمان رستورانه، ولی اینجا دیگه میشه، از اینجا به بعد میشه خونه‌های مسکونی. و توی آلمان تقریبا میتونم بگم بالای 90% خونه‌ها به این شکله و آپارتمان‌ها معمولا همه مثلا 2-3 طبقه است و مثل ایران همچین برج سازی نیست اینجا و اکثرا خونه‌ها ویلاییه و حیاط‌های خیلی باحالی دارن که همه چمنکاری شده و خیلی قشنگه خودش. آقا خدایش ببینید خیلی قشنگه، خب یعنی واقعا میگم مثل کارت پستال میمونه. اون فضای اون طرفو که ببینید اسکله این قایقاست و همه اون قایقا شخصیه و مردم میان قایقاشون رو برمیدارن، میرن دور میزنن، کیف میکنن و ما هم هوا خوب میشه میایم اینجا برای پیاده روی و قدم زدن و خوشوبش کردن و دور هم جمع شدن. زمانی هم که تابستون میشه این ساحل خیلی شلوغ میشه، خیلی مسافر میاد اینجا. و نکته بعدی این که واقعا این طبیعت حال آدم رو خوب میکنه دیگه. اینا قشنگی خداست که گذاشته برامون و لذتشو ببریم. و زمانی که این درخت ها سرسبز میشن و اینجوری، خب آدم کیف میکنه. این دقیقاً دارم یه نمای 360 درجه براتون میگیرم که کلشو ببینید. خب اینجا حالا یه رستورانیه و میان مردم جمع میشن و میشینن دور هم نوشیدنی میخورن و اینم نمای دیگهش.